امیر دارد ماشینو داره آروم باشید داره پوشه دارد دستم را آروم باشید امیر دارد گفته ماشین رو ای او رو آرام کن شده کنون ماشین را من میکنم او را ببند تا حرکت نکنم در روزی روشن راهزنی میکنید شما چیکار کرده ایستاده اید؟ نماز رو گیر گپ نزن ماشین ها را یک طرف گیرید شما را برای اوباشی و خودسریتان به محکمه میکشم دور شوید زودتر پراکنده شوید آدمی گفتهاتون آمد با او چیکار کنیم؟ مایلش تلفن رو خاموش کن میآید سر دهید دستم را سر دهید برای این کارتون جواب خواهید داد جناب با تو گپ دارد دمت را گرفته خوب گوش کن دیگر تکرار نمیکند سر دهید گفتم آیا من به تو نگفته بودم که از این خیابان دیگر نگذر رفیقان آیا نگفته بودم بله گفته بودید ما شاهده یاسومن رو چیکار کردید تا او رو نبینم از اینجا نمیروم دیر ماندی کمی پیش در اینجا بود او را به یک مکانی روان کردم که تا من نخواهم یگان کس او را یافته نمیتوانم میابم شما یک روی کردن گیرید هم تقدیر ما را یک جا میکند این را دانسته گیرید از این روز اعتبارا چهره او را دیگر نمیبینی جناب یک وقتها برای شکار با اون کوه میرفت آیا آنجا نرفته ای؟ نه مرتبه اول میروم رو در روز است نه کمی دیگر ماند باز نگویی که آگاه نکرده بودم از این پس قراری عائله شما را من میدهم از خانه اتان را گرفتن آغاز میکنم من از بحر یاسومن نمیگذرم سخنی من یک تا تمام و سلام حالا همین خیل آقای امیر من گپهایم را گفتم برو سر دهید دختر اهل بوده است داد و فیغو نکرد راست میگویی دختر رمان اینجا بسیار خنک بوده است اینجا کجاست؟ در اینجا اگر مورم یگان کس خبردار نمی شود کنار این گلها بسیار خوشبوی هستند برای چی آمدید؟ چی میخواهید؟ فرض کردیم که شما را از اینجا برآوردن آمدیم فهما؟ رئیس ما این گلخانه را گرفته است تو کی را از اینجا پیش میکنی؟ این گلخانه با حجتهایش از من است حجتهای در دست ما بوده از حجتهای تو دیده صحیحتر است و گمانم حالا هم نفهمیدید همه تون نافهم بودید بسیار سفسطه نگو با رئیست گپ زن که اگر دعوا کردنی باشد کردن گیرد ما هم از روی قانون عمل میکنیم برادر رئیس علاقه کارو سر کرده است ما آمدیم که این طرف کار را حل کنیم احمق کارهای حجت سازی ما قانونی میباشد چی کار میکنی؟ ما کجا؟ سرده دخترت با سطیل نشکند شراب خیز سطیل اصلت رو هم گیر زودتر از اینجا روید
نمیرم. این زمین تمام زندگی من است. دور شوید از اینجا. سرم رو ویران نکنید. باز این کیست؟ کی؟ آروم باش. شاید زنی پاسبان باشد. جناب زنگ زد. برای دخترش خوراک پختم. اینجا گذار. خنک می شود پسرم. در رو شاید درایم آخر. مایلش. لیکن گپ را دراز نکن. آج خیلی گپ رو دراز نکنم. توبه. چرا علیه من شکایت نکردی؟ گپ زن. تو؟ من هم منتظری تو بودم. منتظری من بودی؟ میگویند که پهلوانی که مغلوب می شود زیاد تمرین می کند. شما یک به خانه من می آیید. در حجت 450,000 نوشتی. آیا من از تو 450,000 لیره گرفته بودم بیناموز؟ در رفتی جنگ مشتای زده را حساب نمی کنم پسرم. آیا به تو نآموختن؟ خواهم 450 خواهم 800 می نویسم. حجت از من امضا باشد از آن توست. چی تبریکی خواهم. در نزد عائله‌ام شرمنده شدم. اکنون دیگر چیزی ندارم. میتوانی که از من بترسی. شخصی که همه را از دست داده است مثل شیری زخمدار است. شیر اگر تمامی عائله‌تان را جمع کنیم مثل یک گربه نمیشوید. حجت را به من ده. به خدا قسم تو را میکشم. بعد از این شرمندگی قاتل هم شوم نمیترسم. پدر سلاحت رو پارتو. نزدیک نشوید. سلاحتان را گیرید. حجت را به من ده. خوب شده است. من اگیر. مادامی که اینقدر مرا میترسانی انگیر. حالا باشد. گپ زنی ها دفع شوند. یک طرف ماند برود. یگان کس حرکت نکند. این آدم در حقیقت هم دیوانه بوده است. هیچ کس به این تپانچه دست نرسد. بس تپش کنید. این تپانچه به من لازم می شود. اطاعت جناب. تمام رقم‌های تلفن مدحت گندگدو را زیر نظارت قرار دهید. بله همه‌اش را. باز تمام رقم‌های ماشین‌هایش را. پسرم دیگر از پس این دختر نرم. به قعر زمین فرو رود الهی. او کمی سخنی مادرت رو گوش کن. من به کی گفته ایستادم؟ یک بار مرا گوش کن. مادر این کاری من است.
شرف چی شد؟ چرا در این حالی؟ شرف با تو چی شد؟ شرف؟ با تو چی شد پسرم؟ پسرم با تو چی شد؟ آخر دیوانه میشوم. آقای خردین خودش چی گپ؟ به حال این پسر نظر کن. خودش چی گپ؟ همه این بدبختی از پشت یشر به سرم اومد. معلوم که در همه گناه شریک است. بیا کنی بیا. شریک است. بیا. آهسته آهسته. گذارید. آهسته پسرم. بیار دخترم. این رو گرید مادر. محض به خاطر پدرم و شما صبر میکنم. نباشد برادرم نگفته با دستان خودم رو میکشم. توبه گوی پسرم، توبه گوی. صبر کن تا چی بودن این مسئله رو فهمیم. پدر باوریم نمی آید. آدم های غالب ما رو مجبور زده از زمین خودمون بیرون کردن. پروردگار. در ما نه شأن مانده است و نه شرف. برای یک دختر شده همه مال و ملک ما را صاحبی میکنن. آیا در این دنیا یگان دختر دیگر نمونده است مگر؟ اکا گپتان رو دانسته زنید. من هم گفتم لیکن گوش نمی کند. پسرم آیا میخواهی که از این پس در پیش پای اونها سرخم کنیم؟ خیر بس است. نیتی غالب نیست همین میباشد. ما رو با یکدیگر جنگ انداختنی است. ما با یکدیگر جنگی شویم میدونی چی میشود ها؟ او دخترش رو میخواهد. بدون گلخانه ما چی خیل عمر به سر میبریم. اگر از این خانه رانده شویم در کجا استقامت میکنیم؟ دادرم بیماری عشق شده است. اکا عیب است. این خیل نگویید. چه خیل عیب است امیر؟ آخر او تمام آدمهایش را به سر ما روان کرده است. از بحر این دختر گذر کن. اگر بچه‌هایم زمستانی خنک در کوچه مانند آن وقت من میدانم با تو چی کار کنم. بس کن شرف. برای چی بس کنم پدر؟ از پشت برادرانم شده. سر و بدنم خدا شده به خانه آمدم. شما یک دیگرتان را میخوره دوخی. امینه در این خونکی در بیرون چی کار میکنی؟ جانکی من چرا گریه میکنی؟ پدرم با بابایم سخت جنجال میکنن. ما رو از خونهمون پیش میکردن. همین خیل گفت پدرم. نه این خیل نیست. اما که قهرمانت به داد شما رسید. اکنون آدم های بد ما را یگان کار کرده نمیتوانند. اما جانت همه را نجات میده. راست میگوید امک جان. البته که راست است. بیا بیا به خانه میداریم. آه تو بسیار خنک خورده ای. چند ساعت شد که در بیرون هستی؟ ها؟ بابا جان امک قهرمانم آمدن. یشر. اوه پسرم شکر پروردگار. تو به ناموس برای چی با اینجا آمدی؟ برای چی؟ آرام شو. اجازه دید و روزه دارشان آرام شو آخی. تو اینکه جانمان از خلال شود. بسم الله شخورون یک دیگرتان را میخورید مگر. آرام شدید. نگران نباشید بسیار نمیستم. آمینه این کاغذ رو با بابایت ده. بگو که امکم حجت ها رو برگشته گرفته است. ها باز بگو که برای آنها را تشویش دادنش بسیار عذر میخواهد. خری شرک بر این حجت را گرفته دوان دوان رفت. اگر فهمد که حجت خلبکی است به قعر زمین می دراید. در مستی همه شرمنده می شود. اکنون کسی شان و شرفی او را نجات داده نمیتواند. رفتنی او رو می دیدی. این را گیر، خوب پنهان کن. این سلاح در آینده برای ما بسیار خدمت می کند. ایزی انگشتی یشر آنجاست. کنی ببینم.
این رو چی خیلی گرفته است؟ در این کار هم شبهه هست. خیر میبینیم. آه پسر بیچارم چی کاره کند او را با چشمی بد میگرم. من در یگان کار یشر باوری ندارم. آخر من حجت رو آورد که باز چی میخواهید؟ این جنگ و جنجالتون از پشت همین نبود مگر؟ به نزدیکی همه‌اش معلوم می شود. کیست آنجا؟ شما کیستید؟ یاشر؟ خیلی خوبم. امروز حالت چه خیلی است؟ من خوبم. خدای چه خیر. بسیار هم خرسند می نمایی. در نزدت پهلوان یشر ایستاده است. سلاح را برداشته در جنگ غالب شدم. غالبیت به دست آوردم. سخنهایت رو نفهمیدم. خوبتر و ساده کرده فهمون؟ یعنی به تو چه خیلی فهمانم؟ رفته گلی بانکی را زیر کرده حجت ها را گرفتم. نه. ها حالا باشد حجت ها را به پدرم دادم. آرام شدم. اکنون مرم هم غم نمیخورم. لیلا خطا نفهم. چند روز شد که من خواب نرفتم. یگان جایی رفتن هم ندارم. من در اینجا 1 ساعت خواب روم می شود. آها البته. رحمت. الو چی حال داری زنک جان؟ چه خیل زنک ها؟ فرقش چی؟ زنم میان که زنی پیشیدم تو هم بسیار ناز کردی. گوش کن این هفته بیا بخوریم تو رو پازمان شدم. نه اتیلا آمده نمیتوانم. چیکار دارم در اونجا؟ چرا با من زنگ زدی؟ با من کمی پول لازم است. چه خیل پول؟ من پول ندارم. داده نمیتوانم. زندون به تو نفاریده است. تو دیوانه شده ای. لیلا یگون کورتو نداری؟ در خونه تو کی است؟ اونجا یگون مرد است. با تو میگم لیلا ما رو دیوانه نکن. الو حالا ایست من با تو نشون میدیم. لعنت بر تو. لعنت بود. آرام شوید. چی میگویی؟ آرام شوید گفتم.
гузашчигам маро гӯш кун. ором бош, дарди сар нашав. хотири духтари раис буданатро надида чунон латукубат мекунам ки роҳатро хуб мебинӣ. лаънати худо ба шумо. комиссарам, ин рақам ба номи хонуми осман аст. инаш ба номи духтари хурдиаш, лекин ягон рақами телефон ба номи худаш қайд нашудааст. пас мошинҳо чӣ? дар номи ӯ 3 мошин ба қайд гирифта шудааст. ҳамааш дар зери назоратанд. 2 мошинаш дар наздикии хонааш аст. сеюмаш бошад дар фурӯш. наход ба номи ягон хонаи дигар набошад. салим, комиссарам, ором шавед. бояд ёсуманро ёбем, мефаҳмед? худатонро ба даст гиред, комиссарам. боз чӣ мехоҳед? یک سوالی 10 بله پرسیدن میخواهم. کنی بگو آیا حجت قلبکی میشود؟ چیها میگویید؟ سوال دوم، اگر در تپانچه بیرخصت ایزی انگشتی یگان شخص باشد و با آن تپانچه جنایت صادر شود پس چی میشود؟ شما چی سفسطه میخوانید؟ تو مرا خوب فهمیدی. آفرین. آخرین سوالم، آیلت یا یاسمن؟ سوالهایی که جوابش رو میدونید به من ندهید. از آنه که سر نزد شما خم میکنم مردنم به هست. چی میگوید؟ احمقی اکش را فهمید، لیکن نمیخواهد ننگ و ناموسش را پس کند. یعنی که تا حال عقلش به سرش نآمده است. ما با راه خودم عقلش را به سرش میاریم. همین خیل میکنیم. ما نصیحتمون رو کردیم. زودتر کار را سر کنید. برای لباس رحمت. نمیارزد. خوابت ناز برد؟ کمی استراحت کردم. شما کی؟ کشوید. من امیر. چی شد؟ رنگ رویت کنده است؟ حجت ها رو چخیل گرفتی؟ رفته پنهان شده به خانه در آمدم. تپانچه غالب را گرفته به سرش موندم. گفتم که حجت ها را ندیه میپرونم. او باشد حجت ها رو دادم. این خیل. آیا ایزی انگشتی تو در تپانچه نمانده بود؟ خدا زد. جین زند. فهم و همش یک بازی. نقشه کشیده عمل کرده است. وقتی که تو تپانچه را به دست گرفتی این کار به فایده آنها انجام یافت. با فکر من همان حجت ها نیز قلبکی هستند. پس چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم امیر؟ آمدم. لابای کی رو میکوبید؟ خانه خیردین فگیل؟ از مقامات آمدیم. چی؟ مقامات؟ چه مقامات؟ خیردین شرف زودتر بیایید. مادر چی شد؟ اینها کیستن؟ از مقامات آمدن دخترم. چی؟ مرحمت چی میخواهید؟ از مقامات آمدیم. مهلتی که به شما داده بودیم و آخر رسید. در حال باید خانه خالی کرده شود. این باشد اجازتنامه عاید خالی کردنی خانه است. آخر حجت خانه در دست ماست کو. ما حجت ها رو برگشته گرفتیم. پدر حجت ها در کجاست؟ با پلیس نشان دهید. نشانده. برآورده نشانده. مرحمت. این حجت رو از کجا یافتید؟ آخر این حجت اصلی نیست. قلبکی می باشد. یگان حکم و دلیل اصلی نداشته به شما پیشنهاد کردند. قلبکی؟ به شما تا پگاه تا ساعت 9 مهلت میدیم. اگر خانه را خالی نکنید پلیس مجبور خانه را خالی میکند. دانسته گیرید. پس چی می شود؟ آیا من از این بلا نجات نمییابم؟ به نزدیکی همه نقشه های غالب رو میفهمیم. به نزدیکی میفهمیم؟
آخر با ایزی انگشتان سرم به بالا میموند. من 2 شب در پلیس خواب کردم، گمان کردم که میمورم. باز این آدم علیه من یگان نیتی بد نکند امیر. همش عیب خودم. باید هرگز با امید یشر نمی شدم. با یشر حجت خلبکی دادن. این آدم با ما بازی میکند. بازی چه دست این آدم شدیم. پدر پیش روی این کارو گرفتن لازم. شرف این حادثه رو رفته به امیر گپ زن. اگر از دختر این مرد روی میگردان این حادثه ها به سرمون نمی اومد. چی شد؟ چی شد پدر؟ از مقامات پلیس ها آمدن. گفتن که پگاه تا ساعت 9 سحر خونه را خالی کنید. حجت ها قلبکی بوده است همینطور. تو از کجا میدونی؟ مادر اوی همش روشن نیست؟ گوش کن امیر. با تو آخرین مرتبه میگویم از این دختر دست کش. این آدم همه ما را به قعر زمین میگراند. تو گفتنی هستی که برای یک کس را نجات دادن باید یگان کسی دیگر را قربان کنم. یعنی که برای خودمان را نجات دادن یوسمان را فروشم. نه اکا نمی شود. شرف آیا این عمل با ما میزیبد؟ هر بلایی که به سرتون آید خودتون میدونید. شرف ایست، به کجا میروی؟ در این وقت عصبی شدن فایده ندارد. شرف توفای خریدم اما تو معقول شد؟ البته معقول شده دیدم. نشه گوش کن. چی میخواهی؟ دستم را سر ده. اکاد کمی میکرد که باز تو مرا میدوزی ها؟ سر ده. پدرت یوسمان را به کجا روان کرد؟ باید با من کمک کنی نشه. دیوانه ای؟ ما کوشش داریم که اپام رو از تو دور کنیم. تو باشی او را میکوبی. الو حالتت خوب است؟ اپات کودک نیست، چیکار کردنش را میداند. او باید به قرارهای داده پدرم اطاعت کند. من به تو کمک کردن نمیتوانم. حالا باشد مرا تنها گذار. فریده؟ نه زنگ نزد. من او را میابم یافته با تو زنگ میزنم. میلش جان نکن، تو نگران نشو. همش خواستی من برین شد. سحر بر وقت می رویم. تیاریتان رو بینید. اینقدر آدم به کجا می رویم؟ من اشیاهای آشخانه را جمع میکنم. با طبق و کاسه آوره نشو دخترم. همه چیزها رو گرفتن نمیتوانیم. یک چند اشیاهای لازمی را گرفت کفایه است. آقای فردین یکون جای رفتن داریم مگر همه اشیاهایمون نیست میشود. با یک خانه موقتی دیگر می رویم. وقتی که خانه یافتیم بعد چیزهایمون رو میبریم. عاقبت یک روی تو بلا به سرمون می آید. آه امیر، آه امیر. نصف شب در اینجا چیکار میکنی؟ تو خودت چیکار میکنی؟
آمدم که اشیاهایم را جمع کنم. با تو یاری میدهم. حاجت برای یاری نیست. من همش را جمع کردم. دفتر حسابات را، صندوق پول را، همش را گرفتم. یگان چیزی تو هم باشد گیر. رفتیم. من یگان چیز ندارم. پرنده را هم میگیرم. این بیچاره را به این راه زمانه میگذارم. تو ایست. من قفس رو میگیرم. رفتیم. پینارین در پوشیده دریچه زندگانی من بود. باقی مانده چیزا همش در دستم. غمگین نشو. یک دری پوشیده و 100 دری گشوده گفتند. این پرنده رو چیکار میکنی؟ اگر خواهی من او را گیرم. اگر خانه نو گرفته او را برمیگردونم. میلش. میانم شکست. فرارو بردار، فرارو بردار. مادر گذارید، من خودم. یاسین، آمینا، بیاید مرا کمک کنه. آیزیر بیبی جان، آیزیر. بیبی جان چیکار کنه؟ دهانی جامدان محکم نمیشود. در بالایش شینید. جامدان دهان ندارد. ما رو نمیکسد. خب کن دخترم شین. تو هم شین. به این هم جانم بنو که بینیم اومده است. پروردگار تو ما را کمک کن. آجا جان گیده نکنه. فریده، کودک ها را میترسانی. آیا نو بیدار شدی مگر؟ یگان چیز دیگر میخوایی؟ چای آوردم. یگان قربت کردم. خدایا توبه. انسانیت خوبی رو نمیفهمد. تو اینجا باش، من رفته هزوم جمع میکنم. دیر نکنی، ما هم چای میخواییم. مالش.
خدا را شکر. استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان، این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد میکنم. این نسخه را از تمام نقطه‌های دیسک فروشی همگی با ارزش 4 سومونی دسترس نمایید. تلفن برای معلومات و درخواست 907 79 28 28 و 907 59 28 28. همصدای دلی شما. комиссарам, субҳ хайр комиссарам. шаб то саҳар кор карде чӣ? шаб дер омадам. ҳуҷҷатҳои метҳадро аз назар гузаронидам, лекин ягон чиз наёфтам. ман ҳам ҷустуҷӯ кардам, лекин ягон ҳуҷҷати дигар наёфтам. маро наҷот деҳ, ман дар ин кулба мемирам. ёсуман нома навиштааст, лекин ин рақами телефони ӯ нест. аҷиб аст, кист? дарҳол мефаҳмам комиссарам. алло алло алло, худоё тавба. шояд телефони одамҳои ғолиб бошад. шояд чунин бошад. занг зада санҷидан лозим. макони ин телефонро аз маҳвора зудтар ёб. майлаш комиссарам. магар кӯдакҳо бедор шуданд? бедор шуданд. кане духтарам чой рез. не шараф ҳасту не амир. моро танҳо гузошта рафтанд. аз будани онҳо фоидаи нест. ин хел нагӯед оғои хайриддин. биёям ба наздамон духтарам шакаро деҳ. амиро мефаҳмам, лекин шараф марди хонадор аст. ӯ дар куҷост? шояд дар гулхона бошад. модар бозар куҷо мешавад? охиру роҳ аз ниҳолхона пеш карданд ку. рафта шавҳаратро пайдо кун, омада моро ёрдам деҳ. майлаш. амиро ҳам занг зан, ӯ ҳам биёяд, дар назди оилааш бошад. комиссарам ёфтем. мавҷ аз тарафи соҳил меояд. соҳил гуфтани як ҷои калон аст. ту макони аниқашро ёб, ман ба он ҷо меравам. майлаш комиссарам. суроғи аниқашро ёб. фаҳмидам комиссарам, ба шумо занг мезанам. алло пинур, рӯз бахайр. аз шараф ягон дараки нест. оё ту ягон хабар надорӣ? чӣ? фаҳмо. ҳозир меоям. суроғаро ба ман деҳ. гӯш мекунам салим. дар наздикии теппаҳо фаҳмо, лекин боз ҳам аниқтар маълумот лозим. наздик шавам, боз занг мезанам. салом. марҳамат. шараф паррандаро ба хонаи ман овард. ҳамин хел? ҳолаш бисёр бад буд. ба курсӣ нишаста дарҳол хобаш бурд.
شرف تو در اینجا چی کار میکنی؟ اشیاهای خونه رو جمع کردیم. خونه رو خالی کردن لازم. مادرت رو جیغ میزند. بیا رفتیم. من دیگر با آن خانه نمیروم. نمیخواهم که پدر و مادرم خانه را ترک کنند و من این منظره را تماشا کنم. بروی فرزندایم نگاه کردن نمیتوانم. فریده راست میگوید شرف. باید تو در نزد آنها باشی. مایلش میرویم. تا دیدن. خیر مایلش. مادر قصدم رو میگیرم. چطوری که آنها پدرم رو از دست ما گرفته خانه امون رو ویران کردند، من هم از دست آنها شرف رو میگیرم. خانه فریده رو ویران میکنم. کمی دیگرمون مادر بسیار هم قریب شد. به نزدیک شرف به دام من میافتد. الو سلیم، من به ساحل رسیدم. حالا هم سراغ انیقش رو نیافتی؟ بیش از هزار؟ آخر همه اینجا بیش از هزار است. مایلش زودتر شوید. خاله به من ده. ماند خاله به درون درآید. پیرزن را در خنوکی نگذارید. خب مالش گذار خاله، گذار. عجبو چقدر میسوده باشیم؟ انشالله به نزدیک بشار میرویم. در اینجا از خنوکی میموریم. من گرسنه نشدم. کاش که انسان را میگفتیم که برای ما هم خوراک می آورد. بعدا رفته میخواییم. آقای میتحت که برو غرور نکن. بزرگتر از تو خدای یکتاست. بچه آهرا نگاه کنه. میده میدون. خودش تنها در اینجا چیکار میکند؟ یوسف راکن یه رفته بیدیم.
صدای من می آید. چی شد؟ وای پسرم 20 دقیقه شد. چی؟ تو؟ چی؟ کشا در را کشا زودتر کشا. این اینجا باشد پس دختر در کجاست؟ نیست که گریخته است. از پسش رو خالتو چیکار کردی؟ حیات ما را سوزاندی. خب پدر دختری خودش را در 5000 زندانی کند. آخر به من یاری دادم قصد جانی من را نمی کند. میلش من رفت. انا بین در آنجاست. ایست بگویم ای سلام نگوریست. ایست سلام نگوریست. نگوریز ایست نگوریز ایست. ایست نترس. ایست. انا اینجا من فکرم که سرش رو زده است. خب برای چه خوش روی یگان کس هست؟ پلیس و بیرون برایید. گفتم برایید. یاسومان یاسومان سلیم اینجا خالیست. کلبه خالی را یافتم. آنها رفتند. تمام رقم های تلفن را نظارت کنید. یاسومان سرکش درد میکند. بسیار گپ نزن راه کرد. یاسومان تو را نمیشنود. چی کار کرد؟ با او چی شد؟ بیهوش شد. سرش رو زده است. در را کشو. کشدم یک طرف حاضر. شما کیستید؟ ما ازون کش هستیم. او را از 5000 یافتیم. به هر طرف میدوید. آیا او را میشناسی؟ میشناسم. عروس شونده هم. آی برادر عروس شونده در این 5000 چی کار میکند؟ از کسی میگریخت. از ما هم ترسید. اگر او را میموندیم خوراک درنده ها میشد. این رو گیر. لازم نه برادر. ما فقیر و آوارگر باشیم هم از برای خدا کمک کردیم. نباشد در این 5000 راه را گم میکرد. تشکر. نمیارزد. سلامت باش. رای کار. چی شد؟ یگان گپ شد؟ آقا خانم یاسومان گریخته است. آدمهایمان همه جایها رو کفتند. او را نیافتند. یاسومان گریخت؟ بله. با کجا گریخت؟
آخر چقدر گریخت؟ از عهده یک دختر برآمدن نتوانستید؟ آیا من به شما نگفته بودم که احتیاط شوه؟ آدم های نابکارند از عهده یگان کار نبرآمدند. من با این گونه آدم ها کار کردن نمیخواهم. از پیش دفع شو. وای بر تو. من در کجایم؟ امیر؟ منم جانم، منم. در نزد هستم، نترس. مرا چه خیلی یافتی؟ یک دو آدم تو را نجات دادند و دیه بردنی بودند. تصادفاً در راه واخوردم. آدمان خوب بودند. من گمان کردم که من هم حیران شدم. آخر ظاهر انسان با باطنش مانند نیست. پس کیها بودند؟ بسیار هم آدم های خوب بودند. هر قدر که پول دادنی شدم اما آنها قبول نکردند. حالت خوب است؟ با تو چی کردند؟ کمی عذاب دادند. زودتر شو خانم، جمع گیر کنید. وقت تمام شد. راست استید. هرگز سرتان رو خم نکنید. شرف رفته در رو شو. مثل لانه پرنده با دهانم کشانیده این خانه رو ساخته بودم. چی خیلی این خانه رو ترک کردم. گریه نکن بابا. فریده تو هم خودت رو غمگین نکن. در این امتحان توکل با خدا میکنیم. آبی که ریخت برداشته نمیشه. آیا شما یگان ذره وجدان دارید؟ در زمستان سرد ما را با فرزندهایم در کوچه میگذارید؟ ما تابع قانون میباشیم. قرار دادستان چیزی که باشد ما آن را اطاعت میکنیم. از دادستان یک چند روز دیگر طلب کنیم نمیشود؟ نه نمیشود خانم. در حال خانه را ترک کنید. طلب قانون همین است. باید اینها را پیشکی فکر میکردیم. اگر ما نبرایم چی؟ با قوه پلیس مجبور شما را میبراریم. شاید به سرتان یگان بلای دیگر آید. بگذار آید. شبم کس از این خانه نمیبراید. فهمیدید؟ اول از پیش من میگذارید. کنی بیاید. تیمور بیگ وظیفتون را اجرا کنید. آنها را به بیرون برارید. تمام. ایستید. زوراوری لازم نیست. با رازگی خودمون میبراییم. نباید. فریده شما لباسای کودکان رو بشونید. شرف تو جمعتان رو گیر. پدر خاتمه یافت پسرم. خودمون رو نباید بسیار اذیت دهیم. تباهت را از خونهش پیش میکردند همسایه ها. کنی همتون به خونهاتون پراکنده شوید. آیا اینجا سینما نشان دادند؟ شما شرم نکرده تماشا میکنید. کنی پراکنده شوید. رفتیم خدای مقبوله.
قصدور بود است بیچاره وای بیچاره. به کجا می رویم؟ من دیگر به خونه پدرم بر نمیگردم. اول به خونه ما می رویم، بعد فکر میکنیم. بعد فکر میکنیم؟ حالا هم انیق سخن نمیگویی ها؟ چی گفتنم رو میخواهی یاسومان؟ مثلا گفتم میتوانی که دیگر به خونه پدرت بر نگرد، من تو را حمایه میکنم. تو گمان داری که من این سخنها رو گفتن نمیخواهم؟ من باید اویلم رو فکر کنم. اول باید این حادثه ها رو پسی سر کنیم. برای تو رو با این کاری مشکل گرفتار کردنم عذر میخواهم. از یک طرف اویلت، از دیگر طرف من. خدا بیا ایست. نباید. تو بر ضد بلاهای پرشیدت آمده ایستاده ای. با این رفتارت به مقصد نمیرسی. یا در جایت نابود شده میروی یا این که به قفا لغزیده میروی. تو باشی بهوده خودت رو غم میدهی. آنها را از یکدیگر جدا کرده نمیتوانی. من این رو اجازت نمیدهم. اینقدر با باوری سخن میکنی، حتی سرپناهی هم نداری. با عائله‌ام باور دارم. اگر عائلت باقی مانده باشد، عائله استوار باشد، خانه ساختن آسان. پدر چی گپ شد؟ یاسمان با تو چی شد؟ حالا باید میفهمی. یاسمان اینجا چیکار میکنی؟ پدر از اون راه زنهای در بالای سرم مانده اتون گریختم. اکنون به مقصدم میرسم. این خیل باشد به تو خبری بد دارم. متاسفانه آرزوهایت به باد رفت. اکنون آنها سرپناهی ندارند. کاری کرده اتون رو کردید پدر. دیگر شما رو نمیبخشم. جوان مرد، با تو آخرین امکان میدهم. بگو جدا میشویم. در حال قرار دادستان را میدرانم. به خوبی در خانه‌تان زندگی کنید. حجت‌ها را نیز در آنجا میپرتایم. امیر، عقلت رو کار فرما. روزی شو. پسر امیر، اویلت رو فکر کن، پدرت رو فکر کن. مایلش مو رو فکر نکنی، هم فکر جنهایت رو کن. ها؟ اصلا در نزد تو سرخم نمی کنم. از یاسومان هم روی نمی گردانم. خدا جزایت رو دهد. پدر صبر کنید. این کاغذ را نابود کنید. این آدم ها را با حالی خودشان گذارید. نمیخواهم یکون کسی دیگر را عذاب دهم. به خون همون برمیگردم. چی؟ تو چی ها میگویی یاسومان؟ پدر به سخنهایتان راضی هستم. من از باری امیر میگذرم.